سلام، خوش اومدی. اگر آماده‌ای روی زمین، روی زیرانداز یا حتی روی مبل راحت بشین یا میتونی دراز بکشی. چشمات رو ببند و شروع کن به نفس عمیق کشیدن. هوا را از بینی وارد کن. ریه‌هات رو کامل پر کن و با بازدم از دهان تمام خستگی ها، فشارها، تنش ها رو رها کن. دوباره دم عمیق، بازدم از دهان. با هر بازدم بدنت رو نرم تر کن. اجازه بده که آروم تر بشه. حالا آروم آروم توجهت رو بیار به سمت داخل بدن. از تاج سرت شروع کن. صورت، فک، گردن، سرشونه ها، بازوها، آرنج دستا، مچ دست تا نوک انگشتای دستت رو احساس کن. بیا به سمت پایین، قفسه سینه، دنده ها، شکم، زیر ناف، لگن، رانها، زانوها، ساق پاها و تا نوک انگشتای پات رو احساس کن. کل بدنت رو یک جا احساس کن، همین حالا در همین لحظه. حالا تصور کن بالای سرت یک توپ درخشان و روشن نقره‌ای قرار گرفته. این نور نماد ماه نوئه. نوری برای شروع تازه، نوری برای پاکسازی کل بدن. گرماش رو احساس کن، آرامش رو احساس کن توی کل بدنت. حالا اجازه بده این نور از تاج سرت وارد بدنت بشه. آروم آروم کل سر و صورت رو در بر بگیره. بیاد به سمت پایین، به سمت گردن و سرشونه ها. بره تا نوک انگشتای دستت. کف دستات رو احساس کن که گرم میشه. این نور وارد قفسه سینت میشه. قلبت رو پر از نور، عشق و آرامش میکنه. میاد به سمت پایین تر، کل شکم و اعضای شکم رو در بر میگیره. میاد به سمت لگن، پای راست تا نوک انگشتای پای راست رو در بر میگیره. میره به سمت پای چپ و تا نوک انگشتای پای چپ. اجازه بده که این نور کل بدنت رو سبک و رها کنه. هر سنگینی، هر فشار
و هر تنشی که توی بدنت احساس میکنی رو بسپار به سمت این نور. بذار پاکسازی کنه بدنت رو. بذار شفا بده بدنت رو. چند لحظه فقط جریان نور رو در کل بدنت احساس کن. حالا آروم آروم تصور کن که این نور نقره‌ای از کف پات خارج میشه و تو خودت رو سبک حس میکنی، بی وزن، رها، مثل یک پر. حالا توجهت رو بیار به سمت بالای ناف، جایی که یک نور طلایی زرد رنگ روشن میشه. این نور نماد جسارت، حرکت و قدرت درونی توه. با هر دم این نور رو گرمتر و درخشانتر کن. با هر بازدم ترس‌ها، تردیدها، موانعی که توی درون بدنت احساس میکنی رو از بدنت اجازه بده که خارج بشه. دم عمیق بگیر، بازدم. اجازه بده این آتش درونت آروم ولی قدرتمند بسوزه. نه از روی اضطراب، بلکه از روی آگاهی. چند لحظه فقط با این نور طلایی بمون و آگاه باش به دم و بازدمت. حالا توجه و آگاهیت رو بیار به سمت قلبت. یک نیت تازه در قلبت رو انجام بده. این نیت میتونه یک شروع جدید باشه، یک تصمیم جدید، یک حس جدید. اجازه بده انرژی ماه نو این نیت رو در وجودت تثبیت کنه. کم کم توجهت رو دوباره بیار به سمت کل بدنت، از سر تا نوک انگشتای پا. چند نفس عمیق بکش و وقتی آماده بودی آروم آروم با حرکت کوچیک به انگشتای دست و پا بدن رو آگاه کن. آروم آروم میتونی چشمات رو باز کنی. با حس قدرت درون و آرامش در ذهنت برگرد به لحظه. با حرکت کوچیک به شونه ها
میتونی دستا رو بکشی به سمت بالای سرت، یک کشش عمیق به سمت بدن بدی و آروم بدنت رو رها کنی و یادت باشه قدرت همیشه از درون شروع میشه، حتی وقتی بیرون طوفانیه.